خدمت دوستان عزیز سلام عرض می کنم. بنده فرید بلوچ هستم از شهرستان سرامان. الان در این ساز دوست منو که از بندر عباس هست که توسط بنده حقیر سیمتار شده و پوستش تعویض شده و آببندی شده، استاد عبدالواحد دیواری که استاد بنده هستند دارن سازو تست میکنن و استاد هم در مورد کسی که تازه میخواد قیچک یاد بگیره از استاد خواستم که یک توضیح بده. استاد خسته نباشید. ضمن عرض ادب و سلام خدمت شما و سایر دوستان که صدای من میشنوند. من هم با وجود این که خودم شاگرد هستم ولی انشالله کوشش میکنم که چیزی هم که بلد هستم به شما ارائه بدم. بنده از تقریبا 20 سال میشه من با قیچک سرکله زدم. استادم ما میگفتن که این سروز قیچک دیگه چیزه، سروز دیگه چیزه. الان شما از من سوال کنید تا من انشالله به شما جواب بدم. استاد کسی که میخواد اول قیچک یاد بگیره بعد از کجا شروع کنه؟ پایش اول از همه باید همین سازش درست باشه، تعمیر باشه، مثل این که الان شما درست کردید بسیار زیبا. اینا این سیمایش درست باشه، این پیچش درست باشه، خوب یعنی به اصطلاح آدم بتونه سرش کار کنه، پوست و نمیدونه خرک و سیم همش درست باشه. بعد از اون یک سری کارایی هست که باید حضوری باشن اینطوری. بعد استاد الان این سازی که شاگرد شما که بنده حقیر باشم که این سازو آببندی کردم و سیم بستم و ظرف تقریبا 2 هفته که این ساز کوک میکنم. الان از نظر شما این کار چجوره؟ در رابطه با کوک ساز این چنده ها یعنی زیاد هستن این کوک کردن سازها. این که شما ساز کردید کوک کردید به نظر من بسیار خوبه و هیچ نقصی نداشت. این چیپه، این زبونشه، این هم همون ما میگیم روتیک، نمیدونم اونا چی میگن، روده. این لازمه از روده گوسفند درست میشه و خیلی زحمت میخواد، مخصوصا یکی اینه که خرک. این سیم اوله، این دومه. این به نظر ما کوکه دیگه. پس ساز هیچ گونه مشکلی نداره؟ نه مشکلی نداره. از نظر آببندی و سیم بستن و درسته، خرک مرکاش هم درسته. به نظر من این زینت های زیادی اینا هم خوب نیست به نظر من. البته اینه که زینت کرده اینا شو مثلا مهره اینا چسبونده، یک سری چیزایی هستن که مانع کار میشن. خب اینا خود تو میدونی جناب آقا فرید جان، شما استاد من هستی ماشاءالله. خودش شاگرد شما، یعنی بهترین پوست هم استفاده شده و خرک و اینا و مخصوصا سیم بستن این خیلی دقیقه یک کمی سر به سر بشن خراب بشن نمیشه دیگه، سازش درست نمیشه. به نظر من بسیار عالی هستن. خب استاد الان مقدمات الفبای موسیقی. الفبای موسیقی همون دو ره می پا سولا سی دو این است. دو ره می پا سولا سی دو تمام موسیقی همین است. الان روی ساز که میاری اینا از بام شروع میکنیم. این بام بهش میگن. توضیح هم بده. همین هستن. از بام شروع میکنیم. خب توضیح بده مثلا. به زبون کرافتی میریم به تیپ بالاترین بهش میگن. نه توضیح بده عملی مثلا از بام. مثلا اینا 1 2 3 4 اول 1 2 3 4 1 2 3 4 میریم سر زبان. این 1 2 3 4 اینجا باز هم 1 2 3 4 1 2 3 4 باز میریم سر تیپ. باز برعکس میریم. یعنی رفت و برگشت. بله. البته دستگاه ها متفاوت هستند. در دستگاه بیروی دیگه جور انگشت گذاشته میشه، در دستگاه کلیان دیگه جور، در دستگاه زهیرو دیگه جور. ما اینجا مثلا نزدیک 15 رقم از همین ساز کردن ها تو ذهنمون هست. شاید بیشتر در شیربام، گوربام اینا هستن. اینا دیگه باید حضوری باشن. اینطوری فکر کنم یه خورده مشکل باشه
اگر کسانی که مغزشون خوب پخته باشه خودشون با انگشتاشون همین نوتا رو در میارن. این گیچک یه سرود عرض کردم گیچک دی سازی سرود ما بلوچی این 11 تا تار داره، 11 تا تار داره، بعضی ها اضافه میکنن. حتی من شنیدم تا 18 تا تار در همین ساز جا گذاشتن استادای قدیمی و بزرگوار که اونا الان نیستن متاسفانه. ما هرچی که یاد گرفتیم از همه استادا یاد گرفتیم و این خیلی یعنی ساز سختیه. تنها 12 سال فکر کنم 12 سال یا بیشتر دوره مقدماتیش هست، هم با حضور استادان. بدون استاد این ساز خیلی مشکله و ما امید داریم که عزیزانی که شوق دارن ان شاءالله در تماس باشن تا بتونیم یه خدمتی را ارائه بدیم ان شاءالله. ممنون استاد.